قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. در این خطبه انشاءالله به حول و قوه الهی به یکی از مسائل اجتماعی خیلی مهم که قرآن هم به آن اهمیت داده و در رابطه با آن بحث نموده خواهیم پرداخت. یکی از آداب شرعی و آداب اسلامی که در جامعه اسلامی ما کمتر به آن توجه می شود، کمتر از آداب آن اطلاع دارند افراد جامعه، کمتر در مسائل زندگیشون و در زندگی روزمره آن را تطبیق میدهند و آن استئذان و اجازه گرفتن هست که قرآن در سوره نور چند آیه رو به آن اختصاص داده. پس یکی از آداب مهم اسلامی استئذان و اجازه گرفتن هست. در ابتدا استئذان و اجازه گرفتن به چه معناست؟ ابن حجر رحمه الله در فتح الباری شرح صحیح بخاری استئذان را این گونه تعریف می کند که استئذان یعنی طلب اجازه گرفتن برای وارد شدن به محلی که مال او نیست، محلی که متعلق به اون شخص نیست. لذا برای وارد شدن به اون محل باید اجازه گرفته شود، باید اذن داده شود. این تعریف اجازه و اذن و استئذان هست. اما کجاها باید اجازه گرفته شود؟ میدانهای اجازه گرفتن ها کجا هستند؟ در رابطه با اجازه به صورت کلی که قرآن در رابطه با آن بحث نموده، یکی از مسائل مهم که باید حتما اجازه گرفته شود موقعی است که شخص میخواهد به خانه کسی وارد بشود، به بیت کسی، محدوده زندگی کسی وارد بشود، که قرآن در سوره نور میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، جامعه ایمانی، جامعه‌ای که مؤمنین در آن زندگی میکنند و در زیر پرتو نور ایمان تربیت شدن افراد آنها باید لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، به خانه هایی که غیر از خانه های شما هستند، خانه ای که متعلق به شما نیست، داخل نشوید تا اینکه اجازه بگیرید و سلام کنید بر اهل آن. در کنار اجازه گرفتن یکی از آداب مهم اجازه گرفتن هم قرآن عنوان می کند و آن سلام کردن بر اهل آن خانه هست. حتی تستأنسوا، دقت قرآن رو از به کار بردن الفاظ و اصطلاحات نگاه بکنید. اینی که قرآن معجزه است، فصاحت و بلاغت دارد. نفرمود حتی تستأذنوا، بلکه فرمود حتی تستأنسوا. رابطه بین تستأنسوا و تستأذنوا چیه؟ چرا تستأنسوا؟ تا اینکه انس و الفت بگیرید، ایجاد انس و الفت بکنید.
با اجازه گرفتن هست که بین شخص بیگانه و شخص صاحب خانه انس و الفت ایجاد می شود. با السلام علیکم هست که بین فردی که وارد می شود به عنوان شخص بیگانه و مهمان و بین میزبان و صاحب خانه انس و الفت ایجاد می شود و وحشت دور می شود. و بدون اجازه به خانه کسی وارد شدن ایجاد رعب و وحشت می کند که شاید دزد است، شاید آمده استراق سهم بکند و شاید دیگر کارها دارد. اما وقتی شخص با اجازه وارد می شود و السلام علیکم می گوید تستأنسوا می شود، انس و الفت ایجاد می شود و هر گونه ترس و خوف دور می شود. حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. این برای شما به کار بردن این آداب در زندگیتون برای شما بهتر است اگر شما متذکر بشوید و یادآور بشوید. شخصی در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زد و گفت اجازه میخواهم. رسول صلی الله علیه و سلم خادمش رو فرستاد و به او گفت برو آداب اجازه گرفتن را به این شخص یاد بده که بلد نیست. به او بگو، اول بگو السلام علیکم اجازه هست داخل شوم؟ السلام علیکم اجازه هست داخل شوم؟ اینطور باید بگوید، نه در بزند و بگوید اجازه هست داخل شوم. السلام علیکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، و سلام بکنید بر اهلش. این حدیث در مسند احمد اومده به حدیث صحیح. پس قرآن در این رابطه خانه هایی که غیر از خانه های خودتون هست حتما باید با اجازه وارد بشید و سلام بکنید. ادامه میدهیم آیات رو. در آیه بعد از سوره نور میفرماید فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر کسی رو در اون خانه نیافتید سرتون بندازید پایین و داخل بشید؟ نه. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، داخل نشوید حتی یؤذن لکم، تا اینکه به شما اجازه داده شود. یک بار در زدید کسی جوابتون نداد، دو بار در زدید کسی جواب نداد، سه بار در زدید کسی جواب نداد، چه کار بکنید؟ آیا اصرار بر در زدن بکنید یا آیا بند در رو بکشید و داخل بشوید؟ بعضی خانه ها بند گذاشتن، سیم گذاشتن. نه. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تا اینکه به شما اجازه داده شود. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اما اگر به شما گفته شد بر بگردید، اجازه داخل شدن ندارید، آیا باید به شما بر بخورد و ناراحت بشید؟ فرجعوا، دستور قرآن این است که باید بر بگردید بدون اینکه کوچکترین نفرت، خشم و تکبر و غرور در دل شما ایجاد بشود. صحابی جلیل القدر یکی از اصحاب میگوید، صحابه نقل میکنن یکی از اصحاب بودن که میگفتن ما خانه های زیادی رو در زدیم تا به ما گفته شود که بر بگردید، تا بر بگردیم تا این آیه رو تحقق ببخشیم. شاید به ما گفته شود بر بگردید تا ما بر بگردیم و این آیه رو تحقق ببخشیم. پس اگر علمای تفسیر در تفسیر این آیه میفرمایند شخص حق دارد 3 بار در بزند و بیشتر از 3 بار حق در زدن رو ندارد، چه صاحب خانه بشنود چه نشنود. اگر برای شنیدن هست 1 بار 2 بار 3 بار بس. اگر جواب ندادن یعنی نمیخواهند اجازه بدهند، چه کار باید کرد؟ و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر گفته شد بر بگردید بدون اینکه کوچکترین ناراحتی برای شما ایجاد بشه. چرا که شخص ممکن است در حالتی است که هیچ گونه آمادگی برای پذیرش مهمانی رو ندارد. شاید در خانه یک دعوای خانوادگی دارند و این در همه خانه ها طبیعی و عادی است. شاید شخص مشکل روحی و روانی دارد، یک مشکل روحی پیش آمده براش، نمیتواند با بشاش بودن و لبخند زدن با کسی فعلا نمیتواند مواجه شود. و وقتی یکی از حق مهمان اینه که انسان با تبسم و روی باز از او استقبال کند و این نمیتونه، مریض هست، بیمار هست، خودش مشکل داره، نمیتونه، نمیخواد در باز کنه، محدوده خودش، خانه خودش، اختیارش رو داره. ذالکم ازکی لکم، این برای شما به تزکیه و پاکیزه بودن بهتر است. این برای شما به پاکیزه بودن و تزکیه کردن خودتون نزدیکتر است. از این طریق میتونید تزکیه نفس بکنید، غرورتون رو زیر پا بگذارید. ذالکم ازکی لکم والله بما تعملون علیم، و خداوند به کارهایی که میکنید داناست.
پس ما باید در نظر بگیریم الانی که با پیشرفت هایی که صورت گرفته، تلفن، موبایل، همه چیز در اختیار انسان هست. انسان میتونه سرزده وارد نشه، از قبل هماهنگی بکند که آیا شما منزل تشریف دارید، ما میخوایم یه ملاقاتی با شما داشته باشیم، کی بهتر است ما به شما سری بزنیم. خیلی راحت انسان میتونه این اطلاع بده و بعد اگر اونها اعلام آمادگی کردن بره و در بزنه و وارد بشه. پس و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، گفته شد بر بگردید، باید بر بگردید. در باز نکردن، در زدید بیش از 3 بار در نزنید و اگر بعد از 3 بار جوابی نشنیدید بر بگردید بدون که هیچ گونه کدورتی در دل شما ایجاد بشه. این دستور قرآن است. ذالکم ازکی لکم. و در آیه 3 میفرماید لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم. این استثناء قرآن هست. این واقع گرا بودن اسلام است. درست اسلام گفته هر خانه‌ای که غیر از خانه شما اصلا داخل نشوید، اما استثناء هم هست. یک سری خانه ها هستن متعلق به انسان هم نیست، اما انسان میتونه بدون اجازه هم داخل بشه و آن خانه غیر مسکونی است، خانه است که سکونتی در آن نیست و متاع و کالای شما در آنجا هست، مثل هتل ها، مسافرخانه ها و دیگر جاهای عمومی که و یا جاهایی که غیر مسکونی هستن و متاع شما در اونجاست. حالا در هتل شما کلید اتاق خودت داری، میتونه بری، اجازه نمیخواد. یا جای غیر مسکونی باشه، بازاری باشه، نمیدونم جای دیگه و متاع شما در اونجا قرار داده شده، کسی هم اونجا نیست، این شخص میتونه بدون اجازه داخل بشه. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. و خداوند میداند چیزهایی که شما ظاهرا و آشکارا انجام میدید و چیزهایی که سری انجام میدید و کتمانش میکنید و پنهان میکنید. خداوند به همه اونها آگاه است. چرا اجازه باید گرفته شود هنگام وارد شدن به خانه کسی؟ زیرا که خانه هر کس عورت شخص محسوب می شود و عورت رو باید پوشاند. چه عورت در بدن باشد با لباس پوشونده می شود، چه عورت در خانه انسان باشد با آن دیوار کشی و اتاق و در و پرده و چیزهای دیگه پوشونده می شود. من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم فقد حل لهم ان یقفؤوا عینه. ببینید، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. اجازه برای چه قرار داده شده؟ حکمت اجازه و علت اجازه گرفتن به خاطر چشم است که چشم ممکن است به چیزهایی بیفتد و ببیند که نباید ببیند و حرام است. اطلاع بر عورت دیگران. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مسلم میفرماید اگر شخصی بدون اجازه به خانه کسی نگاه بکند، در باز است، سرک بکشد، از بالای دیوار از لای در نگاه بکند، برای اهل آن خانه و صاحب خانه حلال است که چشمش را کور بکنند، چون بدون اجازه بر عورت مردم اطلاع پیدا کرده و نگاه دزدکی کرده، بدون اجازه نگاه کرده به خانه مردم. خانه هر کس محل راحتی شخص است. پوشش خانه و پوشش بیرون از خانه فرق می کند. این اموری است که کمتر به اون متاسفانه توجه می شود. اگر دیدن دری نیمه باز است فوراً داخل می شوند، یا در مختصری میزنند و یا الله میگویند داخل می شوند. با یا الله گفتن اجازه وارد شدن به شما داده نشد که باید اجازه گرفت. شاید شخص در حالتی است که نمیتواند، نمیخواهد کسی را ببیند. پس اطلاع بر عورت دیگران بدون اجازه اونها حرام است و این عورت میتواند بدن شخص باشد، میتواند یک گفتگوی خانوادگی باشد، حل کردن یک مشکل خانوادگی باشد که شخص، مرد و زن دارند با هم صحبت میکنند مشکل خودشون رو حل بکنند. شخص میآید و داخل میشود و بر آن اطلاع پیدا میکند، چه فتنه و فسادی به پا میشود. پس این رو باید توجه کرد. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. تا آنجا فرا میرود که اگر چشم شخص کور شود هم حلال است که چشمش را کور بکند. شخصی که این گونه تجاوز میکند به حریم خصوصی افراد. این به صورت کلی برای وارد شدن به خانه ها. اما در همین خانه اهل خانه باید از همدیگر برای داخل شدن به اتاق ها حتی اجازه بگیرند. دقت قرآن رو ببینید، دقت اسلام رو ببینید و برنامه زیبا و قشنگ و کامل اسلام رو. برخی فکر میکنند اروپاییان و غربی ها خیلی متمدن هستند و مترقی و در اروپا و در مغرب زمین اگر فرزندی و کودکی بخواهد
به اتاق پدر و مادرش وارد شود اجازه میگیرد، اما در بین ما مسلمان ها این نیست. این مشکل از خود مسلمان هاست، در حالی که قرآن 1400 سال قبل چنین برنامه مترقی و متمدنانه ای رو برای مخاطبین خود وضع نمود و اون مخاطبین که صحابه کرام بودند و بهترین انسان ها بر روی زمین بودند این برنامه را در زندگی خودشون عملی کردند. آن بدوها و صحراگردها در سایه پرتو کتاب و سنت به متمدنترین و مترقیترین انسانها تبدیل شدند. ما هستیم که در فاصله گرفتن از اون اصحاب و صحابه کرام و سلف خود دچار بدبختی و ذلت و خواری و عقب افتادگی شدیم. اون برنامه چیست؟ یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ای کسانی که ایمان آورده اید باید اجازه بگیرند از شما، بردگان و کنیزان شما و فرزندان شما که به سن بلوغ نرسیدند 3 وقت. من بعد صلاة العشاء، بعد از نماز عشاء که خونده شد و قبل از نماز صبح و هنگام خواب قیلوله که میخواد استراحت کنید و لباسهای خود رو بیرون میآورید. این 3 وقت فرزندان شما که به سن بلوغ هم نرسیدند باید اجازه بگیرند. این دستور قرآنه، این برنامه اسلام است. و نکاتی که از این آیات برداشت می شود، اول این که پدر و مادر موظف هست که فرزندان خود را علم شرعی و آداب شرعی بیاموزند، چرا که این آیه خطاب به فرزندان نبود. نگفت ای فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدید در این 3 وقت باید از پدر و مادرتون اجازه بگیرید، نگفت قرآن، بلکه فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید فرزندان شما باید از شما اجازه بگیرند. یعنی شما باید برید به فرزندان خود این اجازه گرفتن رو و بقیه آداب شرعی رو یاد بدهید. وظیفه پدر و مادر است که به فرزند خود که حتی به سن بلوغ هم نرسیده، دبستان و مهد کودک و مهد قرآن هست، یاد بدهد که وقتی میخواد به اتاق پدر و مادر و اتاق خواب داخل بشود باید حتما اجازه بگیرد. نکته دوم این که درسته که فرزند به سن بلوغ نرسیده، اما این فرزند کوچک حق ندارد عورت پدر و مادر رو ببیند، عورت دیگران رو ببیند و پدر و مادر هم حق، یعنی دیگران هم حق ندارند عورت این کسانی که به سن بلوغ نرسیدن ببینند، چون که فرمود 3 عورات لکم، این 3 وقت عورت شماست. این فرزندان نباید عورت شما رو ببینند. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، این که ما میگیم که اونها هم نباید عورت فرزندانشون رو ببینند، قرآن میگه لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بعد از این 3 وقت دیگه هم بر اونها هم بر شما اشکالی نیست که در رفت آمد با هم باشید. چرا؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، چون که این فرزندان کوچک دیگه تو دست پای شما هستن. غیر از این 3 وقت اگر اجازه نگرفتن اشکالی نیست، ولی فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدن و الا فرزندانی که به سن بلوغ رسیدن هر وقت بخوان داخل شدن باید اجازه بگیرن. كذلك يبين الله لكم الآيات والله علیم حکیم، الله این گونه آیات خود را بیان میکند و واضح و آشکار میکند و خداوند بسیار دانا و با حکمت است. نکته دیگه که از این آیات برداشت میشود این است که بر هر واعظی و سخنرانی و معلمی و مربی لازم هست هنگامی که حکمی رو بیان میکند برای مردم، علت حکم رو و حکمت حکم رو هم بیان بکند و مردم این حق رو دارند که بدانند علت این چیست، این حکم. چرا که الله سبحانه و تعالی، الله ذوالجلال با تمام قدرتش و با عظمت و جلال خود وقتی حکمی بیان میکند علت حکم را بیان میکند که چرا ممنوع هست. 3 عورات لکم، این 3 عورت شماست، به خاطر این هست که مشکلی پیش نیاد، بر عورت همدیگه اطلاع پیدا نکنید. الله سبحانه و تعالی با عظمت و بزرگیش باز هم میآید علت رو بیان میکند. لذا ما هم اگر میخوایم مردم رو راهنمایی و ارشاد بکنیم بایستی علت رو و حکمت رو برای مردم توضیح بدهیم تا بفهمند به چه خاطر هست. والله علیم حکیم، و خداوند بسیار دانا و با حکمت است. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، اما وقتی به سن بلوغ رسیدن دیگه هر وقت بخوان داخل بشون باید اجازه بگیرن، همونطور که قبلی ها اجازه میگرفتن. یعنی
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. فرزندانی که به سن بلوغ رسیدن دیگه این سبب که جای خودش وقتهای دیگه هم باید با اجازه وارد بشوند. شخصی از ابن مسعود رضی الله عنه سوال کرد که آیا من وقتی میخوام بر مادرم داخل بشوم اجازه باید بگیرم؟ ابن مسعود رضی الله عنه فرمود بلی. آیا تو دوست داری مادرت رو بر حالتی ببینی یعنی که دوست نداری، یعنی یه وقت مواجه بشی با حالتی با مادرت که دوست نداری هیچ وقت اون طوری ببینیش؟ گفت نه. پس اجازه بگیر. انسان هست اتاق خودش هست، متعلق به خودشه، در حالتی ممکنه قرار بگیره کسی نباید او را ببیند. حالت ها مختلف هست، غیر از حالت روحی و روانی و عصبی، هر حالتی ممکن بر انسان پیش بیاد که دوست نداشته باشه کسی رو ببینه، اجازه باید گرفته بشه. این احکام مترقی و متمدنانه اسلام است. آدابی هم برای استئذان در سنت ذکر شده و اجازه گرفتن ذکر شده در احادیث صحیح که وقتی شخصی خواست در خانه کسی رو زد مقابل در نایستد. سعد بن معاذ در خانه رسول صلی الله علیه و سلم رو میزند، مقابل در می ایستد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که از جلو در برو کنار، یا سمت راست باید بیستد شخص یا سمت چپ، چرا که وقتی در باز میشود بر خانه اطلاع پیدا میکند و خانه داخل خانه را میبیند. پس شخص باید سمت راست در یا سمت چپ در بیستد، نه مقابل در خانه. منع شده از این کار. و همچنین وقتی اجازه داخل شدن هم داده شد سریعا داخل نرود، مکث بکند، تأمل بکند. صحابه میگویند ما رفتیم به خانه ابن مسعود وارد شدیم، اجازه خواستیم و سلام کردیم، اجازه داده شد، بعد مکث کردیم، بعد رفتیم داخل شدیم. ابن مسعود گفت چرا اجازه که داده شد شما داخل نیومدید؟ گفت ما تأخیر کردیم، گفتیم شاید از افراد خانه کسی خواب باشد. یعنی یک فرصتی به صاحب خانه بدهیم که اگر افراد خبر ندارند خواب هستن بیدارشون بکنه، چیزهای ریخت و پاشی از جمع بشه، بعد راحت بیان داخل. نه اینکه فوراً تا اجازه شد بپریم بریم داخل خانه، نه، اشکال دارید. این نکاتی است که حتما باید توجه بشه. حتی حدیث صحیح داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میشن به خانه یکی از اصحاب، 5 نفر بودن، 5 نفر یعنی دعوت شدند. در اثنای راه که میرفتن شخصی به اونها ملحق میشود، میگوید من هم دوست دارم با شما باشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید میتونی بیایی، اما اجازه شما دست ما نیست. اگر اونجا به شما اجازه داخل شدن داده شد داخل میشید، اگر اجازه داده نشد شما دیگه با ما نیستید. بعد به در خانه که میرسن رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام میدارد که این شخص ششم تو برنامه نبود، تو وسط راه با ما اومد. اگر میخواهی به او اجازه بدی، اگر نمیخواهی به او اصلا اجازه ندی. اما میزبان میگوید به او اجازه میدهم چون همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به او اجازه میدهم و اجازه داده شد. و در این مسائل هیچ رو در بایستی نباید باشه. انسان اجازه هست، حق داره، حق اجازه به او داده شده. اگر آمادگی دارد پذیرایی میکند، اگر آمادگی ندارد نه. و ما به هیچ عنوان خود رو بر میزبانی تحمیل نکنیم، این آداب رو در نظر بگیریم. نقطه دیگر در مورد در زدن از منکرات و اشکالات اجازه گرفتن و در زدن ها و وارد شدن ها این هست. یکی این که مقابل در شخص می ایستد که اشکال دارد. نقطه دیگر شخص در میزند، به او میگویند کیستی؟ چه کسی پشت در است؟ جواب میدهد من. میگوید کیستی؟ میگوید من. این از منکرات است و اشکالات که جابر بن عبدالله میگوید در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کیستی؟ گفتم من. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انا من که انه کریهها، که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی بدش آمد و این امر مکروه است که کسی پشت در کسی بگوید من. همه میگویند من، ما نفهمیدیم این من کیه. اما شخص اسمش را با نام پدرش یا اسم و فامیلش رو باید مطرح بکند تا صاحب خانه بفهمد چه کسی پشت در است. این هم یکی نکات مهمی است که کمتر به آن توجه میشه. این در رابطه با مسائل عورت در خانه و خانواده هاست. اما ما از این اجازه گرفتن ها این رو میفهمیم که شخص دایره و میدان اجازه گرفتن خیلی وسیع‌تر از این میتونه باشه. هر چیزی که متعلق به ما نیست، هر چیزی که حریم شخصی افراد هست، پا گذاشتن به اون میدان برای ما حرام است و ممنوع است. مثلا موبایل شخصی افتاده جایی،
ما بدون اجازه اونور داریم و با آن بازی بکنیم، به شماره هایی که داخل اون است نگاه بکنیم و به مسیج هایی که اومده نگاه بکنیم، حرام است، اجازه نیست اصلا، وسایل شخصی افراد است، تجسس می شود. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه جواد كريم برحمته وهو أرحم الراحمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.